شد جونکم شد گیره نکن فوتی گیره نکن جونکم حاضر دادت میآید گیره نکن. نمیفهمم که چرا تلفنش رو نمیبردارد. او هم وقتی گم شدنش رو یافت. با پلیس زنگ زدیم چی؟ آنها گفتن که با پلیس زنگ نزنید. اصلا من بهترش با یکی زنگ میزنیم. شد بس کن. حاضر پدرت میآید. بس. خدایا من این تلفن رو کجا موندم؟ حاضر در دستم بود. خدایا توبه. دستانت را بردار. بردار. به طرف من. گرد گفتم. گرد. در دستت چی است؟ سیب میخورید؟ بین چه سیب سرخ؟ تو کی هستی؟ هیچ نفری هستم به حال خدا واره. با دقت باش شیطان وسوسه میکنه. مهم نیست که کی وسوسه میکند. اینجا انگشتی من است. مهم همین است. تلفن از زنگ میزند. میفهمم. شنیدم. باورم نمیآید. تلفنش رو خاموش کرد. خاموش کرد؟ یگون کار داشته گشت. یعنی چی کار دارد؟ به خانه‌اش زده در آمدند. همه رو تو پریشان کردن. آن کس کار داشتن. ملکه خانم آرام باشید. بین هم فاتح ترسیده است. آرام نمیشوم. اگر آنها فاتح را میبردن چی؟ آرام باش بچه آرام باش. حاضر پدرت میآید. آرام باش بچه. چرا تلفنش رو نمیبردارد؟ این آدم در کجا میگردد؟ اینجا چیکار میکنی؟ سلاحت رو گیر گرزنان میکنیم. از کسی میترسیده باشی آن من نیستم. من از کسی نمیترسم. معلوم است. برای همین سلاح کشیدی. هر چی شدنش ممکن. احتیاط البته خوب است. با مزه بود است. سیب سرخ. همین خیل سرود هم هست به فکرم. در کجای شنیده بودم؟ بله. سرود اطراف هدف، اطراف ارمان. باره شنیده ای؟ لیکن تو با آدمان بی خانه و بی پناه مانند نیستی. من با کی هم صحبت می شوم؟ من آدمی هستم به حال خدا واره. به من دقت نده. تو کی به اینجا آمدی؟ من در همین جا تولد شدم و احتمال همین جا بمیرم. مالش با تو برای کار. ای حافظ. ای حافظ یک دقیقه. لبای در اینجا پیشتر کی میزیست؟ پیشتر در دست یک پیرزن بود. او هم مرده رفت. پس اون نفر می در آمد و می برآمد. آنها کی بودن؟ به یاد داری؟ نمیشناسم و نمیدانم. لیکن معلوم بود که کارهای پنهانی میکردن. باز اکا گفتنی یک کلانی با خود داشتن. خب آن کس چی نام داشت؟ با یادم نمیآید. ایست مرد بود. مرد؟ نام آن کس مرد بود؟ نه، مقصد سخنم مرد بریم بود. گفتنی هستم که مرد بریم بود. فهمیدم. چرا پرسیدی؟ هیچ، هم تو پرسیدم. خانه زیبا چی تاریخ و اثاری داشته باشد؟
لبای ملیکا. یکی در کجایی؟ تلفن رو نمیبرداری. اون آدم ها باز آمدند. کدام آدم ها؟ همان آدم های نقابدار به زوری به خانه در آمدند. خانه رو تیتو پریشان کردند. از ترس قریب که میمردیم. زود به خانه بیا. التماس. شما چه حال دارید؟ خوبیم هممون خوبیم. تنها میترسیم. زود بیا. زود میآیم. حاضر میآیم. این باز کجا رفت؟ ای حافظ! حافظ! در کجایی؟ پروا نکن، باز به اینجا می آیم و تو سوالهای زیاده دارم. یک بار جستی ملخک، دو بار جستی، سومین بار ممکن ما نشویم. با غیر امنیت از کسی به تو فایده نیست. امتیازم را استفاده کردم، لیکن چرا دروغ گویم؟ من نوری روشنی را دیدم. فریبت به کار نآمد نو انگشت. آقای دادستان، عملا فریب نبود. مشعل سوزان در دستم بود. یه روزنامه چه حکمتی داشته باشد؟ مؤلفش مرد ایون، استخباراتچی مشهور. مرد ایون؟ دوباره شنیده ای؟ نه سردارم. به این هم نمیشنوید. چرا؟ افسوس که سالهای پیش در حبسخانه وفات کرد. وای چه خیلی آدم بوده است، هم داستان هم سیر. قهرمان حقیقی داستان، استاد بزرگ، آدم خیلی جسور بود. اساسگزار ارگنیکونی که دنبالش هستید. بگو که سر مار کلان. نه نجیب سردار، نادرست فکر بکنید. مرد ایون زنده می بود، ارگنیکونی که دنبالشان هستید دعواگرتان می شود. معلوم می شود که شعر بر این مرد مرده است و کار به دست شما بر این شغالها رسید. با عقل هستی، با عقل. تو اینجا حیف می شوی، حیف. مرده رو یک طرف گذاریم و از امروز گپ زنیم. در آن روزنامه چی است؟ همه چیز هست. از دوره اتحاد تا این جانب سرانجام گروه های در دولت جا گرفته هست. باز دیگر معلومات های لازمه. مثلا؟ آن کارهایی که به نزدیکی در دولت می شود نوشته شده است. لایحه سال 2011. در این سال انتخابات نیست؟ بله. با شما تنها یک چیز بگویم. انتخابات نشده روزنامه را به دست گیره. میابیم، لیکن چخیل؟ ملیکه
ملکه چی شد؟ گپ زن ملکه، چی حال داری؟ چی شد ملکه؟ گپ زن آخر. به خدا که ترسیدیم. یگان چیزی گفتنی ندارم. همه چیز رو دیده ایستاده ای. آقای گید آدم ها به زوری در آمدند. فاتح در کجا؟ گپ زن آخر ملکه، گپ زن. آنها که ها بودند؟ آقای گید فاتح نب خواب رفت. 3 مردی خواب دار زده در آمدند، چیزی رو گفتند و رفتند. ملکه آنها چی میگفتند؟ نمیدونم. از من چیزی نپرس. شد. آرام باش. به یگان خبر بر اومده میروی. آدمانی نقابدار به خونه زده میدروین. زنگ میزنم نمیبرداری. باز میگوی که آرام باشم. چه خیل آرام باشم؟ چه خیل؟ ملکه یک دقیقه ملکه، در کشا میگویم. ملکه من همش را با تو میفهمانم. ملکه کشا در را. التماس میکنم. به دستم میاد. ملکه در را میکشا یا نه؟ برای روزنامه رو دادن به طرف ساحل رفتی، همین خیلی فکر کردی که بر مقابل آن تو رو آزاد میکنند؟ البته در وعدهشان نایستادند. روزنامه رو که گرفتند پس یک تیر در سرت میزنند. اکنون به ما بگو آنها کیها بودند؟ نجیب سردار، من بسیار گپ زدم. هوایش تنگ است. کاش که یگان راهی بر آمدن باشد. معلوم میشود که داد گرفت میخواهی. این دفعه باور دارم که دست بگیریم. باوری دارم که پیکس و حیاتشان را دانستن میخواهید. نجیب حتی دانستن مرز تو را خیلی به هیجان میآورد. این مرز کی است؟ بگو. حقم را ناگرفته نمی شود. شرط هایم را به جا آورد بلبل می شوم. و شما تا پگاه مهلت. ملکه آخر من از کجا میدونستم که چنین حادثه میشود؟ مالش سخت ترسیدی میفهمم. قرد آمده است. تو حقی میدانم. بیا در کشا. وعده دادی که نگهبانمون میشوی. خیر مرا یک طرف گذار. لیکن اگر فاتح رو میبردن چی کار میکردی؟ این کار تو رو خیلی ایواز کردی گید. دایمو به کجای غد میزنی؟ این چه خیل کار است نمیفهمم. این خانه، این ماشین. تو از من چیزی رو پنهان میکنی؟ از تو چرا پنهان میکنم؟ بیا در کشا. روبرو شویم. کشا این در را. یک روی نکن دیگر آخر. گوش کن مرا. گوش کن ملکه. سرده. گوش کن. دستم درد کرد. سرده آخر. مرا ببخش. شین تو داروهایت را استفاده میبری. بار آخرین کی مرهم بسته بودی؟ یگید التماس دیگر نگو که نگهبانمون هستی. برای اون که تو این رو فهمی باید به خانه زده درآیند. ها؟ ببخش مرا. ببخشید که به سر شما این بلا را آوردم. عذر پرسی را مان یگید. حل مسئله رو بین. همانها به خانه پدرت آمده بودند؟ بله. باز همون روزنامه را پرسیدند. این روزنامه وجود دارد؟ باشد هم در من نیست. میدانی ممکن اینجا برای تو آمده باشند. چرا چون این سخن میگویی؟ من حیات عادی میگذرانم. کارهای پنهانی تو میکنی و گناهکار که میشود من ملکه. چرا؟ زیرا تنها برای پدرش. گوش کن. گناهکار نمیکنم ملکه. مرا نادرست میفهمی. تنها میخواهم مقصد آن آدم ها را فهمم. تو درک نمیکنی. لیکن همه وقت چیکار میکنی؟ مرا گناهکار میکنی. حیاتمون رو در خطر گذاشتی نمیفهمی. التماس بگو از من چی پنهان میکنی؟ من از تو چیزی پنهان نمیکنم ملکه. این چیست؟ این چیست؟ به من ده. روزنامه همین است. به من ده. سرده ملکه. سرده. خدایا ملکه خواهش میکنم. سرده. ای ملکه دفتری کاریم. گیر چقدری که میخواهی بین. مرحمت. خواهشت رو میبینیم.
худи ҳозир дар ҳуҷраи махсус ҷо мекунем. اینро همچون نیتی خوب داشتنتون قبول میکنم. ноангушта худатро эҳтиёт кун. таҳти муҳофизони акнун мӯътабар шудӣ. марҳамат. در مسئله داد و گریخت چی میگویی؟ از من پرسید در کار نیست میگویم. دقیق و انیق میدانم کی. مرس این ایگیتی خودمان میباشد. دانستن ما هیچ چی را تغییر نمیدهد. مهم دانستن سودیه است. صحیفه های این خالی است. انا نخواد که تو با گفته من باور نمیکنی. دفتر است برای کار یادداشت نویسی، یک دفتر. این چیست؟ نمیبینی مگر کاغذ خالی؟ خوش کنی با من ده. با من ده. ده گفتم کنجکاویت رو بس کنه با من ده. گوش کن یگید، اگر روزنامه در تو باشد و آن را به من ندهی حیاتمان را در خطر میگذاری. میفهمی؟ باور کن نه خود از برای یک روزنامه که نمیدونم چی هست هم حیات تو را و هم حیات فاتح را در زیر خطر گذارم. ها؟ با من یک لحظه اجازت. لبی میدونیم که روزنامه در دستتون. اگر خواهی که به همسر و فرزندت ضرر نرسد اون رو با ما بده. شما کی هستید احمقها؟ شما کی هستید میگویم؟ بسیار مگو. یکی روزنامه رو ده. بیاید و گیرید احمقها، یا خواهید من خودم برده میدهم. انا این آنها بودند. میدونم باز میآیند. پروا نکن. حاضر از شرکت دو آدم اینجا میمانم. پرنده هم پر زدن نمیتواند به اینجا. به چشمم نگاه کرده دروغ میگوید. روزنامه در دستش نبوده است. سردار پیکاس آمد. شما را دیدن میخواهد. درآید. مرحمت. سردارم خیلی غمگینم. در اصل برای اینجا آمدن شرم میکنم. روزنامه را نگرفتید. نهان گشته در دست پلیس. بله سردارم، افسوس. میدانی چی؟ داربازان تنها یک جای ترس دارند. ترسیان که از بالا نافتند. نهان گشته امروز هست پگاه نیست. مهم روزنامه است. بچه ها خانه یگید زده در آمدند. البته که از خانه نیافتند. افسوس سردارم، یگید حالا هم در مسئله اطاعت کمبودی ها دارد. باشد. مهم ایکته با یگیدوان نخورد. باقی مهم نیست. مار را در دست نگاه داریم اما از حد زیاد پخش نکنیم. گوش کنید. چشمانتان را نپوشیده نظارت را سخت کنید. اگر مبادا آنها بیایند تأخیر نکرده پرانید. فهمیدید؟ هوشیار باشید. فهمو سردار. اگر یگان گپی شود حتما به من زنگ زنید، خبر دهید. فهمو آقای یگید. اگر بیایند نپوشیده پرانید. خواطر نشد. پدرت سری هر دویمان رو در بلا میگذارد فاتح. با کارهای پنهانی مشغول است. من از خودم دیده به کودک میده دلم میسوزد. انا اکنون شما بخطرید. من نباشم هم 24 ساعت نوبتداری میکنم و دیگر کسی به خانه نزدیک نمیشود. امیدوارم که گفته تو میشود یگید.
тамошобинони муҳтарам, таслимшавии пайравони созмон сабаби ба похезии тамоми пайравон гардидааст. мемдо ба ин кор чӣ мегӯӣ? сардорам бандҳои бастаашонро ба хости худашон кашидан мегиранд ва боз болои нони худ равған мерезанд. аз лухтак шудани дасти дигарон безор нашуданд. лухтакбозҳо дирӯз инро дар кӯҳ карда бошанд, фардо дар шаҳр мекунанд. мемдо лоиҳаи соли 2011 албатта ҳамин бояд бошад. бо диққат бояд бошем. ин раъно боз чӣ кор дорад? як бинам ку. марҳамат ба дастурхон, хӯрок тайёр шуд. биё духтарам. кани бинем ту боз чӣ кофту коб дорӣ? имшаб дар телевизион як барномаи ҷиддии баҳснок мешавад. барои он хабаре тайёр мекунам. киҳо чиро баҳс мекунанд? каяминик ва таърихшинос забен энсерҷиян масъалаи арманиҳоро баҳс мекунанд. ин таърихшинос шаҳрванди туркия нест? ӯ нависандаи сулҳ ҳаст. даъвоҳои миллатгароиро ботил медонад. чаро хандидӣ? гуфтаниам ки аз афташ байни ману ту якдигар фаҳмӣ мешудааст. апай рано, акай минду, хӯрок тайёр. биё. кошки малика ва игид роҳ фарёд мекардем. пас аз хӯрок моро ба чойнӯшӣ даъват кардааст. гуфтамонам ман намеравам. тавба, туро касе даъват ҳам накардааст. мо занҳо мешинем. ҳамин так не апа? майлаш, ман шуморо мебарам. кани хурмайдача. ту чаро намехӯрӣ? намедонам, иштиҳо надорам. агар хезам малол намешавед? ё ин ки ба ту маъқул нашуд? не ҳамаш олиҷаноб аст, дастат дардон набинад. йигит, ин хел намешавад. нафаҳмидам. пас аз оиладоршавӣ ҳамчунин аҳвол мешавад. ман хӯрок мепазам, ту як қошуқам нахӯрда хомӯшона хеста меравӣ ҳамин тавр? барои ҳамин таклиф оиладоршавӣ кардӣ? албатта ки не. барои ҳодисаи имрӯза ғамгинам. ҳаёти туву фотиҳро дар хатар монандам. ҳоло ки бо қиматтарин азизонам, қадрдонҳоям дар як ҷо ҳастам, дигар чизе намехоҳам. медонам бо чӣ кор овораӣ. падар, медонам ки ту зиндаӣ. падар ин чиҳо мегӯяд? медонам ки як нишонае кофист ки ман туро ёбам. ту инҷо чӣ кор мекунӣ? ман чой мондам. гуфтам ки ба ту чой биёрам. не, ман як кори таъҷилие дорам. дар ширкат коре баромадааст, бояд ки равам. яъне меравӣ? дар пешат муҳофизонанд. дигар ҷои тарс нест ва ман ҳам зуд меоям. апаи ҳунер меоянд. шояд акаи наҷиб ҳам оянд. маро бубахш, ба худо ки бояд равам. ист алперен. ман дар пеш мешинам. алперен, дар ақиб. ҳаво хунук шудааст. апай ҳунер, лабай дастатон дардро набинад. хӯрок мисли ҳамеша бо мазза. о шавад, ту ҳам биё мемду. не апа, корам ҳаст. бе ин ҳам бояд ҳабсхона равем. майла, шаб бахайр. хуш бошед. зуд бошед инҷо дар ақиб. рано, ҳар ду танҳо як қаҳва нӯшем а? намедонам, як нақшаи кореамро бинам гуфтам. лекин ту ҳам майлаш барои ту рад намекунам. наҷиб, чӣ шуд? боз чӣ дар фикрат омад? масъалаи захмӣ шудани дасти малика. дар он ҷо полисӣ накун. йигит аз ин ҳодиса хабар дорад? ҳа, медонам. ба ӯ ҳам гуфтам.
چی فکر داری نجیب؟ هیچ چیز. بیا آنها رو انتظار نکنیم. کو ببینم تو زنده ای یا اینکه مرده ای. پس از 2 ساعت آماده میگیرم. مایلش پیش از اومدن زنگ زنید ما میبراییم. مایلش فرایید بچه ها. خونه رو بینید؟ خدایتا باز رفتش یکیت به چشمی تور ننشان گرفته است. با کجا؟ به زیارتی ملکه خانم آمدیم. شما کیستید؟ آها بگو که تو خودت کی هستی ها؟ بخیر است؟ ما مسئولان به خطریم. این را گیرید. من باشم مسئول امنیت کشور هستم. کنه خانشی نوشته شده است. شد. مهمون های ما هستند. ببخشید ملکه خانم. ما رو ببخشید. خواهش میکنم که گذارید. گذر جانم. مرحمت که نجیب. خوش آمدید. اینقدر خوش آمدید. خونمون معقول شد؟ خوش آمدید. مرحمت. بخیر است ملکه؟ در نزد در محافظ خانه رو مثل قصر سفید کرده. نپرسید. دیروز به خانه همسایه دوست در اومد. یکی هم خواطر شد. محافظ گرفته آورد. حاضر یکی در کجاست؟ کاری تجلیه بر اومد. به شرکت رفت. چی شد؟ روز این کار آنه کرده؟ انشالله فردا هنیق میکنه. انشالله. اکای نجیب چی نید؟ چرا راستی سودایید؟ نه تشکر. ممدو انتظار است. کارها کمی زیاده. مایلش خیر نباشد. مرحمت. بذارید. اپای هنرین چیست؟ بدو لباس عروسیم را آوردم. یک ببین برایت معقول می شود. تشکر زیاد. زحمت کشیدید. قریب که اندازه ببین پوشیده بین. التماس پوش. رفته یک پوشیده بین. مایلش. اکنون آرام شدم. اکنون میدانم که تو زنده هستی. یگان چیز به مثل دیدن مفهوم ندارد و نمی شود. امروز قرار دادیم که به قطار مرده ها می دراییم. تگ خاک می رویم.
زیرا فکر آیله امان را میکنیم. اکثرمان آیله داریم، بعضی هایمان کودک داریم. از فردا آیله هایمان ما را مرده می حسابند. از این پس هممان برای وطن مرده های زنده هستیم. در حقیقت کشتی ها را سوزاندند. کار اولینم پگاه برای بچه‌ام آیله یافتن است. اگر بچه من بودنش را داند، حیاتش در زیر خطر می شود. بچه‌ام، فراموش نکن که این را برای تو و وطن می کنم. تو را دوست می دارم. اگر زنده باشه تو را حتما می یابم. با بهای جان باشد هم می یابم. پدر جان. از آقای دادستان خبری رسید؟ گوش کن، شرطهای ناانگشته را قبول میکنیم. باز شب و شب اینجا آمدیم. بخیر باشد. بیا. به طوری که همین شب قسم میخورم که تو را حتما مییابم. شرط هایی که اگرچه دشواری آورد قبول کردیم. در یک خانه مخصوصی به خطری می ایستید. کسی هم جایتان را نمی یابد. خیلی خوب. حاضر نوبتی تو؟ پیکس را می شناسم. نام اصلیش قبیله شاهین. دیگرش مرز گفتی؟ کیست؟ نزدیک شو سردار، نزدیک. فریب خوردن چه خیلی است؟ دوست نمیدارم، اما فریب خوردنم بهتر. اگر تو را آدمی نزدیکت فریب دهد چی؟ برای او غمگین میکردم. دوستی کند دشمن نمی شود. دروغ بوده است. مرز یگیت است. جورا جون، در روز سود این رو میگویی؟ شرط هایم رو بجا آرید. در روز سود برایتان سرود میخوانم. ای گیت، هم خودت رو سوزاندی و هم مرا. گیردو دارم. تشکر اپا ملیکا هلو هم نبر اومدن. لباسی عروسی میپوشد، آسان است مگر؟ کنی یک من بینم.
ملیکا زودتر برا تو رو بینیم کنی؟ ملیکا اکنون برو ملیکا. قدر زیبا. وای اپا ملیکا اینقدر با شما زیبیده است؟ خیلی زیبا شده ای. چشم نرسد ملیکا. اوه خوش چخیل با من زیبید. کمی اینجایش رو درست میکنیم، کمی دیگر میونش رو تنگ میکنیم، بعد تمام. اپا ملیکا خیلی اینجا عجیب ما میشود. شده. مودش هم خیلی زیبا است. بله. روحی پیشی ندارد. من خودم رو در آینه بینم. در اینجا یک مود هست. با من فکرم مود مثل همون ملیکا. بینیم بهتر. بیا بین، نشون میدیم. اوه خیلی زیبا میشود به خدا. خوش آمدید آقایگی. سلامت باشید. مهمان ها رفتن؟ در خانه هم. تو اینقدر زیبا شده ای. هونه رپم یک سنجم گفته لباس عروسی خودشون را آوردن. من از مودش نگرانم. تو چی فکر داری؟ در درونش تو باشی کفایه است. من چون رو دم کرده میارم. مایلش. یکی تو اومد. یکی تو اومده است. اکا یکی تو اومد. در جا چین کنشین اینجا. مونید آنها صحبت کنند. اوف عجب با چی گفته ایستاده باشند؟ مگر این کاری شماست؟ با شما چی؟ بیا رفتیم بینیم. رفتیم خدایا اینها رو بین. باز تابت خیره چی شد؟ نه کمی خستم دیگر هیچ. کنی بینیم؟ چرا همه جایت پر از چنگ و خاک؟ چنگ و خاک؟ من دقت هم ندادم. رفتیم. تو از کجا آمدی؟ من حاضر از خبرکنی آمدم. مرا مسخره میکنی؟ من جدی میپرسم. چرخی ماشینم کفید، من آن رو عوض کردم. تو رو چیزی ناراحت میکند؟ پروا نکن، بعد گپ میزنیم. یگید بین باز همون کارو کرده ایستاده ای. دردت رو به من نمیگویی. اگر همین قیل شود من این لباس رو میبرارم. یگید التماس بگو. تو رو با چنین تب دیده نمیتوانم. اگر من چنین رفتار کنم من خاموش استم. دائما چشمم رو گریزانم. تو چی فکر میکنی ها؟ پدرم. چی پدرت؟ به فکرم زنده است. زنده است؟ یکی تو جدی میگویی؟ از پدرم بعضی نشانه ها پیدا شدند. یک دقیقه. چه خیلی پدری اصلی؟ تو چی گفتنی هستی؟ آن میزده پدری من نبوده است. پس پدری تو کی بوده است؟ نمیدانم. من هم همین را فهمیدن میخواهم. پس زنده بودنی او را از کجا میدانی؟ میدانم آخر. و شهربانهای شب خیر باد. او ملکه خانم، میبینم که بر وقت آماده شده اید. هم گریه میکنم و هم میروم. نه تنها مشق داریم. اکای نجیب این لباس عروسی رو یاد دارید؟ فراموش کردن غیر امکان. بسرم چی که آمد از روی همین بود. آدمان ما کجاست؟ اپای هنر اکای نجیب آمدند. میرویم زنک. تستر شوید. میلش من کودک ها را گیرم میرویم. سردارم به درون درآیید. نه دیر شده است. به این هم مانده شدیم. بخیر. کارهایتان زیاد البته.
ноангушторо дар ҳабсхонаяк зиёрат кардем. барои бозпурсӣ? не, нардбозӣ кардем. як марсӣ ва як баробар. چه خیل ارمنی ها سر کردند. این روی راست شرطنامه سور را از نو کردن است. قر اردهان ارزروم را از دست دادن است. این را ارمنستان خواب می‌بیند. من همچون ارمنی شهروند ترکیه گفته‌های محترم کایا مینیگ را قبول نمی‌کنم. برنامه را تماشا داری؟ تماشا دارم. مینی که ما باز آمیخته می‌کند. 72 میلیون اهالی جمهوری ترکیه و 3 میلیون ارمنی ها میترسند مگر؟ نه برعکس. مقصد جوانانی ایران در دانشگاه استانبول خواندن است. گپ را دیگر طرف نبر. موضوع را دیگر نکن. هر یک ارمنی هم اعضای تشنک است و هم ملتچگی ارمنی دارد. بازمی محکم بودن سرحد بین کشور در ارمنستان مالهای ترک در فروش است، لیکن مال از خاک ایران می‌دراید. نمیدانم اهمیت کشادن سرحد را فهمیده توانستم یا نه. گوش کنید. من روی اصلی کار را برایتان بگویم. خریطه ترکیه را در پیشتان مانید و از سامسون تا اسکندرون یک خط کشید و آن را به دو تقسیم کنید. پایان کردستان، بالا ارمنستان. گپ تمام. اینها ترس شما است. 50 سال است که با این افسانه خلق را فریب کردید. انصار جان اول تو اعتراف کن. چرا باید اعتراف کنم؟ نزد 70 میلیون اهالی اعضای سازمان تروریستی اصل بودنت را، وگرنه من دیگر راه را میدانم. رو برایت کودک نیست، یک تاریخ نیم عصر است. رو برایت تاریخ ایستاده است. ماو شده بر مقابل مینیک امتیازی نداری. اول کایا مینیک دعواهای سازمان تروریستی ارگنکام را شرح دهد. مرا در کشور 50 سال است که سود میکنند. بعد این دعواها را کتاب کرده میفروشم، سرمایه جمع میکنم، از این دوری نمیجویم. بر این آدم توصیه میدم که هر چیز زودتر کشور را ترک کند. اگر ترک نکنم ما را هم قتل میکنید. مینی که ما عصبی این مرد را تگ و تار کرد. خیریت که از یک طرفیم، وگرنه مجبور بودیم که قتل کنیم. گویا که باری هم نکرده پیکاس. در اصل من به تو یک سخنه باید بگویم. پگاه یک مهمان عالی قدر می آید. وای کیست؟ آدم رقم یکی دیاسپورای ارمنان لبنان، اراد کرکاریان. برای چی می آید؟ میدانی دیاسپورا هم مثل ما از این کار ناراحت است. دیاسپورایی که دشمنی نکند از آن چی فایده؟ یک جای یک نقشه کلان می سازیم. برای همین می خواهم که پیشوازی عالی درجه کنید. یکیت را روان کن. اطاعت سردارم. ما تیاریم. پیش از عروس شدن باز یک بار دیگر مشق میکنیم. تستار نگاه شوم. اپای ملیکا رو در لباس عروسی بینیم. چه گپ؟ میخوام محافظان و باز از اون کس میترسیم. سردارم، من کی از آن چیزی که با چشمم میبینم ترسیدم. اگر درونتر پنهان شده باشد و از چشمت گریخته باشد چی؟ سردارم، با این شما چی گفتنی هستید؟ چیزی که گفتنی باشد آشکار گوید آخر. اینقدر بسیار گپ نزنید. نجیب دیر شد. کودک ها پگاه درس میروند. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. بگید کاری آقای نجیب هم خوب نیست. چرا اینقدر به تو این سخنها رو روا میبینند؟ از برش دور شدنم را تحمل کردن نمیتواند. آنها نباشند من هستم. دائم در برت میشوم. تنها به من باور کن. دردت رو به من بگو. من هم دانم. سالهای دراز مرد میزده مرا عذاب داد. همه گونه اذیت را از او دیدم. اکنون همه آن را فراموش کردنی بودم. ماجرا باز از نو آغاز شد. چی که گویی حق هستی؟ پس او رو جستجو میکنی؟ بله، او را کافته مییابم. بیا، فاتی هم در خانه تنها ماند. معلوم شد که مرد وین زنده است. طرفی ما باید این را داند. بیا ملیکا، چرا نمیداری؟ آمدم جانم، آمدم. اپای هنر نیستن؟ با کودک ها به مکتب رفتند. مجلس بوده است. دیشب به خونه آقای یگید رفتید؟ رفتیم.
تو حالا دو کلمه رو پیوست کردن نمیتوانی. مردم باشن خانه رو جا بجا کردن، حتی مشق لباس پوشی کردند. فهمیدی؟ برای تو هم لباس عروسی گیریم یک پرپرکی زیبا. تو اول دو کلمه رو یک جا میکنی، تو تکلیف میکنی که لباس پرپرک پرپر میشود. این قوطی چی؟ سردارم مخصوص طلب کرد. رانو که پرسید نگو که نکفد. حاضر با همین بسرت چنون میزنم که سرت دو پوره میشود. فهمیدی؟ دستور سردار هست. خوش آمدیم ممدو. خوش باشه سردارم. مرحمت سردار. انم خیل ریز از دست یک چای نوشیم رانا خانم. ببخشید من دیر کردم، باید روم. احوالاتون چه خیل؟ به خدا دینا با او گفتم که همین خیل همون خیل. پس او هم گفت که این خیل باشد اون خیل می شود. خیر همین خیل سردارم. گوش کن، فیلسوف چی گفته است؟ آیله دار شوید زنت خوب باشد خرسند و اگر نه فیلسوف می شوید. فیلسوف شدن آسان اما من اونقدر ریش ندارم سردارم. سردارم این قوطی با کی می رود؟ امروز یک سیاحتی کهکشان برایم میگویم. مارس و نپتون رو یک بینم چی گپ است. یعنی زیارت یگید می روید؟ رفته در مقامش زیارت کنیم. آقای گید کوبیلای اومد، انتظار است. زود قبول کنید، زودتر. مرحمت جناب. چخیر شیر بچه خوب هستی؟ خدایا این چه خوشبختی است. بیا. چرا خاطرت پریشون؟ نپرس، دیوانه به خانه هجوم کردند. کی؟ ای کته باشد؟ نمیدانم. خانه در آمده روزنامه کافتند ابله‌ها. این چخیل می شود. فاروق را گرفتن و حاضر خانه او در آمدند. تو از کجا میدانی که این کاری آنهاست؟ دیگر این کار را کی میکند؟ اگر آنها باشند یک یک یافته نابودشان میکنم. آن وقت میفهمند که ترساندن زن و کودک چی عاقبت دارد. کار را حل میکنیم، سراغ پنهان شدهش را میابیم، لیکن حاضر کاری عاجل داریم. امروز مهمان گرامی می آید. میخوام که پیشواز گیری. پیشواز میگیریم؟ کی بودند آنها؟ آدم رقم یکی دی از پاره ارمنی ها می آید. پیشواز گرفته با مرکزی پیسگار میبری. شد حل میکنیم. در پیش عملیات ها و دیگر کارها قرار دارد. عملیات ها را تو رهبری میکنی. ما با دیاسپورای ارمنی ها چی ارتباطی داریم؟ نزدیکی آمدید؟ با آقای گدوا میخوردم. مرحمت. یگید کارهای غیر انتظار شده ایستاده است. اینها خون شهیدان را فراموش کرده بغل کشاده اند. بغلشان را با تیر پر میکنم و دیگر به کسی بغل نخواهند کشاد. این بسنده نیست. درها را به ارمنی ها میکشاییم و با برادران آذریمون قهر میکنیم. مسئله قره‌باغ را میبینیم. برای همین با دیاسپورا گفتگو میکنیم. این چگونه بازی هست نمیفهمم. هم از کشادن سرحد با ارمنی ها ناراحت میشویم و هم از برای داد و گریفت با دیاسپورا یک جا مینشینیم. همین خیلی؟ با این راه در کشاده را محکم میکنیم. در این شرطنامه دیاسپورا مثل ما ناراضی است. مرحمت. با آقای گدوا خورم. میبخشید شما کی؟ نجی بیلمز. یک لحظه شما انتظار شوید.
آقای گید نجیب ایلمز اومدن شما رو دیدن میخواهند. آقای گید آقای گید مرحمت درآیند. فهمو مرحمت. ناراحت نکردم آخر؟ سردارم اینطور نگویید. در ما برای شما همیشه باز است. این برای تو. سردارم چرا زحمت کشیدید؟ مرحمت کنید. مرحمت شناس شوید. راهبر من آقای کوبیلای. خیلی خوب. نجیب ایلمز. مرحمت کنید. من هم خیلی شادم. مرحمت. گفتم یک زیارتی دادر کنم و باز برای جای کاری نوش تبریک کنم. چی فرمایم چای یا قهوه؟ ها یک چای دم انداخته. عمل خانم با ما 3 چای بیارید و یکیش دم انداخته باشد. خوب شده سردار. سیمای شما برایم شناس می نماید. انسان جفت خلق شده است میگویند. ممکن مانند کرده ای. باز محافظان آمدند. از اینجا چی خیلی برایم؟ آخر حتما باید او رو بینم. سلام آقای آرهان. حاضر در یک مجلس مهمی هستم. برآمدم به شما زنگ میزنم. التماس تلفنت را خاموش نکن. این خیلی مهم است. مرا ببخشید. خدای توبه خاموش کرد. باید نزد پیسگار روم. لیکن اول از اینجا باید برایم. خوب شما رهبر یگید هستید. من هم یک مراغ ظاهر کردم. کی باشد به یگید این خیلی لباس و ماشین میداده باشد؟ از حساب شما صاحب جا و موقع شد. این خیلی آدمی با استعداد و موفق را کی سردار نمی کند؟ شما به چی کار مشغولید؟ من سردار شعبه امنیت هستم. مبارزه بر ضد ترور. اوه سردارم صفتان را عوض کردید. یگید ما دایم یک خیل هستیم. حالا هم در نزد مردم هستیم. وظیفه طلب کند پلیس راه هم میشوم. من هم شرکتی محافظی تشکیل کردم و سردار میکفتم. آقای یگید را توصیه دادن و فکرم هم مسلک بودید. نه تنها شناس هستیم، حتی اکا و دادر هستیم، مثل برادر. حالا هم کاری نوتان به شما معقول شد؟ همین شرکت های نوی محافظ را هیچ نفهمیدم. دولت به خود پلیس و امنیت دارد. معلوم می شود که بسنده نبوده است و باز جایهایی هستند که پلیس را دیدن نمیخواهند. عجایبات کار همین که هزارها نفر شده اید. همتون یک جا شوید یک ارتش می شوید. لباس ها، تیر و تفنگ و غیره. می ترسی که بیکار میمانی؟ چرا ترسم؟ پیش وقت سگ‌های پاسبان بودند. آنها باید ترسند. هدیه را نمیکشویی؟ ها میکشایم. سردارم این چیست؟ این را خودتان ایجاد کردید؟ من ایجاد نکردم. دیدم معقول کردم و باز فرهنگ عمومی دارد. برای مثال چخلی که ما نظام عصب داریم و غیر ما هم به خود نظام خاصه هست. نظام آفتاب. سردارم شما ما را خواننده صنف 5 گمان کردید. التماس دوام دهید. شخصا دقت مرا جلب کرد. سیاره آفتاب به همه معلوم. قیمت ترین چیز. بیهوده اهل قلب نگفته است. قیمت آفتاب را دانه. تنها زنده ها را گرم می کند. انا همین برادر. این دنیای ما. بله بلای سرمان. لیکن دقت مرا دیگر چیز جلب کرد. مرز. میدانی برای چی؟ زیرا با دنیا خیلی مانند است. یعنی احتمال در مرز حیات بودن است. سردارم حیات شاهانه در اینجاست. در مرز چیکار میکنیم؟ نامش را از قصه های یونان گرفتن عجیب است. مرز.
خدای مغلوب نشونده. تو مهارت این رو میدانی؟ باور کنید نمیدانم سردارم. من همسر این مرد را هم میدانم. خیلی تحقیقات کرده اید. اعتقادی بود پرستان آخر. باز همسر دارد. اتنا. در علم و فرهنگتان حیران نشدن ناممکن. آقای کوبلای نو کار را سر کردیم. انسان چیزی را از خود کند بعد میفهمد که باید چه چیزهایی را آموزد. حتی انسان هایی که هر روز میبینی از سیر و اسرار پورند. صحبت را دوام میدهیم. این مرز بعضا پیکس میکند و دنیا را تحت نظارت میگیرد. مرا ببخشید، کلمه پیکس اصطلاح استرونومی نیست. معذرت میخواهم. مهم نیست. ما چی گفتنتان را خیلی خوب فهمیدیم. چیزی مهم دیگر هم هست. میدونید که بغیر دنیا در دیگر سیاره ها اتمسفر نیست آخر. از این خاطر سایه های آنجا سرد می شود. نه به مثل دنیا بوده. راستی گپ کاری سایه را تمام نکردم اما تعقیبش دارم. از اینترنت میدیدید یکی یگان چیز میبراید. شخصا من خودم تجربه را انتخاب میکنم. یگان چیز و مثل حیات. معلم شدن نمیتواند. انا این رو هم میپوشیم. آفرین به مایدچه من. گریه نکن جونم، گریه نکن. یکیش رو چنین روان کردیم، درکی دیگرش رو هم میابیم. رفتیم مایدچه، رفتیم. بیا فوتی جانی من، رفتیم. شما رو یک لحظه ممکن؟ مرحمت ملکه خانم. فوتی باید به باغچه رود. یکیت گفت که از خونه نبرو. یکی اتون فوتی رو به باغچه میبرید؟ البته ملکه خانم. تشکر. شام گرفته میارید؟ فهمم ملکه خانم. خیر. تو هم از سهر در اینجا هستی. دلم میسوزد. با تو یگان خوردنی آماده کنم؟ زحمت مکشید ملکه خانم. نه صبر کنید. حاضر در 2 دقیقه تیار میکنم. دولت به چنین پالیس های روشن فکر و با عقل داشتن خیلی و خیلی نیاز دارد. سردارم به هر کاری که دست زدن اول آن را عمیق فکر میکنند. ممکن نجیب زردار بعضی چیزها را نادرست داند. ممکن یک دولت بزرگ هم لازم باشد. یک دولت به قدر یک ملتش بزرگ شده میتواند. دولت از ملتش چیزی را پنهان نمیدارد. اگر پنهان کند ملت بزرگش مقابل میبرد و میگوید کیست در اینجا. این موضوع را میخواستم دوام دهم اما کاری تجلیه دارم. نجیب امیر به من معقول شد یگید. انشالله باز میبینیم. چه دروغ گویم، خون من هم نسبت تو جوش زد. سردارم برای هدیه تشکر. باور کنید بسیار میخواستم که شما را مهمانداری کنم اما باور کنید یک کاری عاجلی برآمد. باید روم. میلش نباشد با من اجازت. تو کارهایت را ببین. براحت باش. این رو نوش و بعد به حضور خوب را. تو بیدار نشده من گشته می آیم. مرحمت آش شود. چرا زحمت کشیدید ملکه خانم؟ یگان چیز میفرمودیم. هیچ گپ نی.
تمام که کردی زنگ در رو پخش کن. های استوبان با تو کرسی میبرارم. تشکر. اشتهای توم. سردارم یگید با پیشواز مهمانان میبراید. من باشم نزد شما میآیم. وا میخورم گفتم، اما اینقدر زود انتظار نبودم. دیروز کمی تحقیقات کردم. میدونی درباره کی؟ پیکاس گفتنی شخص میشناسم. یک قهرمان وطن دوستدار است که به وطن خدمت کلان کرده است. از چه سبب باشد که قهرمان های کیسه کلان در کشور ما به او رسانید که در بالای سرش مردمی خیلی نجیب است؟ فراموش نکند. از عقیب یک گرگ 40 سگ عکاز نزند، آن گرگ نیست. اگر 41 سگ را شنیدنی باشد، من میدان و نبرد. لیکن من چشم را نمیترسانم. من در حیات تنها از دو چیز میترسم. یکی خداوند، دیگرش باشد تو نیستی. آرام باش. رفتیم. خوبش برده است. دستتون در رو نبیند ملکه خانم. یکون جا میروید؟ نه. آنها کی می آیند؟ 5-10 دقیقه پس با چرخبول می آیند. مایلش. سردار، طبق معلومات گرفته‌امون مهمان مهمی پیسگار از خارج میآیند. کی بوده است؟ کی بودنش رو هنوز نمیدانیم. پایهای مردم در جایها و رهروان جمعیت‌های اجنبی ها است. کسی که مقصدی ضرر رساندن دارد اول به در آنها می آیند. انتظارش میشویم. دیرتر میفهمیم. عجبا، این مهمان کی بودنش ممکن؟ бо донистани калима ва воҷаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. воҷаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии воҷанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин воҷанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии воҷаномаро шумо метавонед аз дилхо мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадо, ҳамсадои дили шумо. миник дишаб дар телевизион аҷоибот офаридӣ. офаридем, аммо чӣ шуд сардорам? аввал чун оташак будем, баъд чун оташи аслӣ фурӯзон шудем. мо касони тарсу нестем. чӣ хел ба замин яксон шуд? кая мо ҳоло суханамонро нагуфтаем?
پیشنهاد میکنم که ترکیب گروه ما را خیلی با دقت ببینند. دعوای ارگینیکوم دعوای نیست که سبک ببینند. رکهای اساسی دولت دیگر شده ایستاده است و حتی ساخت خیمیوی دولت. خواطر مباش، وقتی کمشان مانده است. اکنون روزشان به آخر رسید. زمان پیش از فرانسه یک خرس کلان می آمد و یا برادری می آمد. در شاته نشسته به قرار آمده آن را به دولت تبلیغ می کردیم. این دولت را 30 سال همینطور اداره کردیم. حاضر وضعیت ما را تنگ می کنند. آنها رفتنی هم نیستند. درست است که روزهای بد داریم، لیکن حالا نمرده ایم. با عملی گرداندن لایحه 2011 باز به خود خواهیم آمد و حتی نقشه 2013 برای تغییرات کادری هم همین خدمتت را تکرار خواهی کرد. 2013 با چی مقصد باشد؟ راه به سوی قدم فرماندهی. سلسله 30 سال آینده را ثبت روی خط می نماییم. نقشه همان عملی گردد این کشور را 30 سال دیگر اداره خواهیم کرد. زود باید کاری انجام دهیم. من به جای شما یکم قدم را ماندم. امروز آدم رقم 1 دیاسپورا از لبنان می آید. دیاسپورای لبنان گفتید؟ این چی پیشروی بزرگ؟ عالی جناب، محتشم. من کمکتان کنم. مرحمت از این طرف. گذارید. خوش باشید. خوش آمدید. خوش باشید. یاردمچم انجلیکا. خوش آمدید خانم. تشکر. مرحمت. акай собир, меҳмонон омаданд. тавассути чархбол. арат киркариян. арат киркариян. ба роҳ баромаданд. фаҳмо. шумо таъқибро давом. хуб шудааст акай собир. کیرکاریان از طبقه لبنان. حاضر نقشه ها معلوم شده ایستادن. احتمال است که با پیسگور کاری خواهد کرد. سردار، ماشین رو تعقیب داریم. با اجازت شما من میرم. با دقت باشید. این آدم ها نقشه خونریزی را آماده میکنند. اول جان خود رو نگاه دارید تا به دیگران فایده رسانید. اطاعت سردار. سردارم، از این زیارت دیاسپورا چه قرض داریم؟ صحبت اطراف مانعی نزدیک شوی دولت‌های ترک و ارمن می شود. همین رو بحث میکنیم. دیاسپوری ارمنی ها کمی از ما قرض دارند. با دشمنی ترک، با دعواهای قتل ارمنی های تمام دنیا را یک جا جمع میکنیم. سرچشمه این کار همین است. کیرکاریان را میشناسی؟ سردارم چرا نشناسم؟ فتنه‌جوی پیشینه نامش اساله. این دشمنی اشدی ترک ها. دشمنمان که باشد پس برای ما دوست حساب می شود. جناب در همین جاست. حاضر مساعد نیست. کسی را قبول نکنید گفت. خیلی مهم است.
محمد ملکه خانم؟ باید که درون درویم تعجیلا باید بخورم. این ناممکن است. حاضر بخوری مهم است. تو مگر کار هستی؟ گفتم که تعجیلا. مرا ببخشید ملکه خانم، نمیتوانم. گوش کن، میخوای که بزوری به درون درویم؟ شد مایلش گریبانم رو سردید. کجا شدند اینها؟ چرا نه آمدند؟ میبینم خیلی خواطر شدی. بیا. سردار در بیرون شما را خانم انتظار است. پیکاس تو مسئله را دیده میبرایی؟ البته. سردار مسئله چی است؟ مسئله مهم است میگوید. با اجازت شما. ملکه در اینجا چیکار داری؟ یک خبری مهم دارم. تو میفهمی چیکار کرده ایستاده ای؟ کمتر پس یگید اینجا میآید. موضوع خیلی مهم است. باید که گپ زنیم. تو را گوش نمیکنم. چی که گویی پروا هم ندارم. پسگار تو را اینجا بیند میکشد. هر دویمان رو میکشد. زود رو. مایلش میروم، اما حتما زنگ زنید. کارتون رو که تموم کرده زنگ زنید. از یکی یک چیز مهمی دریافتم. حالا هم همین جایی. به تو گفتم رو. زودتر. شد میبرایم. خدایا توبه. بفرمایید. شما را انتظارم. مرحبا. من نمیدونستم که جوانان ترک اینقدر بانزاکتند. شما حالا بسیار صفتهای ما را نمیدانید. از نزدیک دیدن میخواهم. با جان و دل. مرحبا. روی راست زن را حمایه دارد. حالا ایست. سردارم مهمان ها آمدند. اوه خوش آمدی دوست عزیزم اراد. چشمم براحت چار بود. دوستم پیسگار خیلی شد ندیدم. بله. شناس کنم یاردمچیم انجلیکا. من میدونم که بر زنهای زیبا مایل داری، لیکن چونین زنی زیبا به هممان خطرناک است.
شناس شو کایا مینیک متخصصی استراتژی ما. از شناسایی خیلی شادم. مرحمت. تشکر. شما حالا هم اینجایید؟ آقای یکی در درون است. هر وقت برآمدنش ممکن. تو با پیکاس با نخورم به هیچ کجا نمیروم. با شما گفتن که از اینجا روید. یک روی نکنید. رفته به او بگو که اتنا در برای مرد ایوین خبری مهمی آورده است. زودتر. شد در اینجا نایستید. مرحمت. در آن اتاق انتظار شوید. دیگر چیکار کردنم رو با من مگو. رفت گفتم. فهما. سفرتان چی خیلی گذشت؟ خیلی خوب. خیلی شد به استانبول نامده بودم. خیلی دیگر شده است. بیا. سردار اتنا حالا هم اینجا میگوید که تو رو نبینم به هیچ کجا نمیروم. در بیرون شما را انتظار است. کار کرده او را روان کن. درباره مرد ایوین گفتنی است. مرد ایوین. با اجازت شما سردار. در کجاست؟ در آن اتاق. با من چنان خبر بگو که کلد رو در همینجا نکنم. کنی بگو چی بود از درباره مرد ایوین؟ تو اول با من بگو که زنی که در نزدیکی است کی است؟ برای پرسیدن همین آمدی؟ با تو یک امتیازی دیگر میدیم. نازت از حدی بد گذشت. حاضر چی که میگویی بگو. کیست اون زنی که در بریگیت است؟ اتینا تو مرا دیوانه کردی. با آدمی که آیله‌دار نمیشوم میگفتی رشک را سر کردی. اگر رشک میکرده باشی به خانه‌ات رو. تا ندانم که این زن کیست از اینجا به هیچ کجا نمیروم. خبری مهمم رو هم برایت نمیگویم. یاردمچی مهمان عالی قدرمان دیگه آنها را پیشواز گرفته به اینجا آورد. همش همین. یکی دست اتاق بر اومد. تو زود به این طرف گذر زودتر. چه شد؟ برای چی از مجلس برآمدی؟ عقیده مرا ویران میکند. من آدمی عملیم. انتظار شو. من حاضر می آیم. تمام. میلش. برای گوش کردن رشک که تو وقت جدا نمی کنم. درباره مرد ایوین چی فهمیدید بگو. مرد ایوین زنده است. تو چی گفتی؟ با گفتی یکیت مرد ایوین زنده است. ناممکن. تو نادرست شنیده ای. گفت که پدری اصلی هم زنده است. فکر میکنم که از روزنامه چیزی را خونده است. زود به تو خبر دهم گفتم اما تلفنت رو خاموش کردی. من هم مجبور شدم که به اینجا بیایم. اگر به گفتی تو باشد پس در حقیقت کاری بزیب. اکنون چی کار میکنیم؟ زود به سردار خبر میدیم. تو همینجا باش. در اینجا کارم افتاد. تو میتوانی روی. شد فهمیدم. روزت بخیر. با تو هم.
دستگاه رسمگیری و پرتاب جمع کنی. عجیب. از حافظش رسم ها را میتوانی گیری؟ رسم ها را با سردار روان میکنم. خواطر مشه. بهترش از اینجا ریم کسی ما را نبیند. شنیده هایم درست است اتنا؟ بله سردار. گوش کن، این خبری دادت خیلی مهم است. نادرست نفهمیده یا خیر؟ نه سردارم، دقیق است. اگر ذره شبهه می داشتم اینجا اومده خودم رو و دعوا رو در خطر نمی گذاشتم. مرد وین زنده است. او رو کشته بودیم؟ معلوم که نکشته ای. از این چخیل مطمئن باید شد. ممکن یگید هم نادرست فهمیده باشد. نه، تو نادرست فکر میکنی. برای زنده بودن مردی وین دلیل با قوت دارم. اون دلیل چی بوده است؟ ایکاته. ایکاته؟ تو چی فکر کردی پیکاس؟ ایکاته البته. سالهای دراز بینیشان را از تک خاک نبرآوردند. حاضر از خاک برآمده گوشت میگیرند. این کاری 3-4 کودک ایدئالیست ها از روزی که برآمدند فکر دارم در این کار شکست خورده هست. بله، مرد ایون زنده است. سردارم، رسمایی که اکای ثابت روان کرده است. کنی نشانده. مرحمت. این عراد کیرکوریان یکی از دشمنان اشدی رقم یکی تاریخی ترکان است. چی کار کنیم سردارم؟ اگر خواهید آن را از بین برداریم. نمیشود. نمیخواهیم که سبب نتیجی بین المللی شود. از همه مهم امانت را به نجیب یلمز دهیم. انتظار قانون شدن برای همه خوب است. اگر خواهید معلومات را تقسیم کنیم. درست است. هستی عراد را داند خوب میشود. حتما در دست او معلومات هم رسیده است. سازمان به حرکت درآید به سر کشور بلای بین المللی میریزد. مقصدشان همین است. ما پیش از آنها حرکت میکنیم. برای پاینده ماندن صلح کشورهای ترک ارمن از دستمان آماده را میکنیم. با ثابت بگو تا به نجیب سردار اعتبار گیره. اطاعت سردارم. این کودک کجا گم شد؟ اگر پرتوگاه را کافتن میخواهی من به تو کمک میکنم. برای صحبت چی فکر داری؟ گوش کن مرا. ثابت هستی مابت هستی تو شر نمیکنه که به خانه در آمده کودک های خردسال و مسئوم و زن های مشتی پر را میترسانی ها؟ تو ما را با دیگران آمیخته کرده ای به فکرم. ما این خیل کارها را نمیکنیم. باوری ندارم. حالا خوب شناس نشده ایم. فرصتش که رسید بعد از نزدیک شناس میشویم. کنی هیکل مرشد را. هیکل با کجا میرویم؟ به یک جای بی سر و صدا. تو میدانی که آدم هایی که به دست من میافتن بسیار داد و فیغان میکنن. مردم را ناراحت نمیکنن. آنچه که تو میخواهی با ما دخل ندارد. گب نزن هیکل. سردارم چیکار میکنیم؟ معلوم که مرد ایون دنبالم میشود. حتی بر وقت سر کرده است. او ما را نیافتم ما او را میابیم. بعد چی؟ سردارم این وظیفه را از شما طلب میکنم. اجازت دید با دستان خود بوغی کنم. حالا در کجا بودنش را نمیدانیم.
аввал ӯро бояд ёфт. илтимос ин корро ба ман супоред. чӣ хел ӯро меёбӣ? ба ягит зани бовафо мешавам. ӯ падарашро меҷӯяду ман аз ӯ дур намешавам. сардорам, мард ивен ки ёфт шуд шарафи куштани ӯро ба касе намегузорам. ман як нақшаи хубтаре дорам. фикри хубтар чӣ будааст? мард ивенро ягит мекушад. ҳамин аст фикри хуб? бале, фикри хуб аст. ҳатто олиҷаноб, фикр кунед, нақшаи куштори падарро бо дасти писар. куштори падар бо дасти фарзанд? шайтон аз ту гила мекунад. шунидӣ, пикас? фикри куштори падар бо дасти фарзанд ҳатто ба хаёламон наёмад. лекин ӯ инро ба осонӣ гуфт. инро дохӣ мегӯянд. Кондитерская фабрика «Ата» – крупнейшее предприятие Кыргызстана. Ее продукция, благодаря отличному вкусу, приятному внешнему виду и приемлемым ценам, смогла быстро завоевать любовь потребителей. «Ата» – самое сладкое удовольствие.